соли 2025 барои соҳаи фарҳанги вилояти Суғд соли бобарору самарабахш арзёбӣ мегардад. Ин нукта зимни баргузории натиҷагирӣ аз фаъолияти раёсати фарҳанги вилоят дар соли 2025 гуфта шуд. Зимни таҳлили нишондиҳандаҳо дар давраи ҳисоботӣ таъкид гардид ки раёсати фарҳанги вилоят дар ташаккули фазои ягонаи фарҳангӣ, эҳё ва тарғиби арзишҳои миллӣ, ҳифзи мероси моддиву ғайримоддӣ ва рушди эҷодиёти касбӣ ва мардумӣ саҳми назаррас гузошта истодааст. طبق اطلاع مسئولین در حدود ولایت 752 مؤسسه فرهنگی از جمله کتابخانه‌ها، کلوب‌ها، قصر و خانه‌های فرهنگ، مکتب‌های صنعت، آثارخانه‌ها، تئاترها، انسامبل‌ها، استودیوهای ثبت آواز و باغ‌های فرهنگی و فراغتی فعالیت می‌نمایند. اینچنین در شهر و ناحیه‌های ولایت 1190 یادگاری تاریخی و فرهنگی به خیر گرفته شده است که قسم زیادی آنها دارای اهمیت جمهوریوی و بین‌المللی میباشند. امروز در ساحه فرهنگ ولایت بیش از 3700 نفر متخصصان فعالیت دارند که از آنها 76 نفر را زنان به حیث راهبر فعالیت دارند. یکی از رویدادهای مهم سال 2025 برگزاری چهاربینی‌های بین‌المللی در دایره سفر کاری سران دولت‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به حساب می‌رود. این چهاربینی‌ها در مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند و ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان با اشتراک اهل هنر سه دولت برگزار گردیده با تحکیم رابطه‌های فرهنگی منطقوی مساعدت نمودند. تجلیل با شکوه جشن‌های سده، نوروز، تیرگان، مهرگان، عیدهای وحدت ملی و استقلال دولتی با اشتراک اهل فرهنگ ولایت سوغد شهادت آن است که فرهنگچیان ولایت در همه چهاربینی و جشن‌ها فعالی خود را نشان می‌دهند. سال جاری در ولایت سوغد انشاءات گوناگون فرهنگی مورد بهره برداری قرار داده شدند که آن در تربیت نورسان و جوانان و رشد فرهنگ ملی زمینه با اعتماد می‌گذارد. با دستگیری بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی یک قطار عنصرهای میراث فرهنگی ملت تاجیک به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدند. در سال 2025 نیز کارهای ارزیابی و مانیتورینگ یادگاری‌ها با اشتراک کارشناسان بین‌المللی ادامه یافت. اطلاع داده شد که دوام سال 2025 در مؤسسه‌های فرهنگی شهر و ناحیه‌های ولایت 33337 چهاربینی گوناگون با فراگیری بیش از 339000 نفر برگزار گردید. هنرمندان و ایجادکاران ولایت در فستیوال‌ها و آزمون‌های بین‌المللی و جمهوریوی اشتراک فعال داشته با دستاوردهای نظررس نائل گردیدند، از جمله به دست آوردن شاه جایزه در آزمون بین‌المللی در شهر تاشکند، موفقیت‌ها در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من و فستیوال آزمون تلویزیونی اندلب 2025 باعث افتخار ارزیابی می‌گردد. ساحه کتابداری نیز در سال 2025 با نشاندهنده‌های نظررس رشد یافت. در ولایت 362 کتابخانه با مخزن زیاده از 2.6 میلیون نسخه کتاب فعالیت نموده، تعداد خوانندگان به بیش از 265000 نفر رسید. در این دوره قریب 20000 چهاربینی کتابداری برگزار گردید. در سمت آثارخانه‌ها تعداد عمومی نگاره‌ها به 61905 عدد رسیده، شماره سیاحان بیش از 165000 نفر را تشکیل داد. مجمع‌های تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند و استقلال همچون مرکزهای مهم جلب سیاحان نقشی بارز گذاشتند. در انجام نشست نمایندگان وسایط اخبار عامه سوال و پیشنهادهای خود را منظور نمودند. تاکید گردید که فعالیت ساحه فرهنگ ولایت سوغد در سال 2025 با نشاندهنده‌های نظررس، تشبثکاری و دستاوردهای شایسته جنبست گردیده اهل فرهنگ باعث بلند مسئولیت در رشد معنوی جامعه و حفظ ارزش‌های ملی سهمی ارزنده می‌گذارند.